خب سلام عرض میکنم خدمت خودم و همه افرادی که این ویدیو رو دارن به صورت شانسی میبینن. امیدوارم که هر جایی که هستین در کنار خانوادتون و عزیزانتون در صحت و سلامت کامل باشین. بریم سراغ بازار مالی کریپتوکارنسی و بیت کوین و شاخص ها و آلت کوین هایی که داریم. بریم تایم هفتگی بیت کوین. ماهیانه رو فعلا کاری نداریم. در تایم فریم هفتگی همونطور که میبینید یه جورایی کندله همشو برگشت و انگار که یه جورایی ریجکت شده از این حضور فروشنده رو ما میبینیم. حالا بماند که این قضایا با خبر اتفاق افتاد یا هر چیز دیگه ای، این مسئله تکنیکال رو زیر سوال نمیبره. معمولا خبرهای فاندامنتالی بعدن که بهشون نگاه میکنی توی چارت یک دلیل تکنیکالی براشون پیدا میشه کرد، ولی به هر حال انگار که قراره بریم واسه یک آزار و اذیت، یک اصلاح در تایم فریم هفتگی و اصلاحات توی تایم فریم هفتگی، اونم روی یه چنین روندی که بیت داشتش میتونه ما رو تا عددهای پایین تری برسونه و شاید چندین ماه، 4، 5، 6 ماه بریم واسه یک اصلاح عمیق، شاید حتی توی هفتگی سقف پایین تر زدن و ریزش. اگر این خیلی اگر مهمی پاول نخواد نرخ بهره رو کم بکنه، ولی اگر نرخ بهره رو بخواد کم بکنه میتونیم یه خورده باز تاثیر داره ها. یعنی این خبر جنگ و این داستانایی که اتفاق افتاد دیشب خیلی تاثیر اون نرخ بهره رو کم میکنه. به هر حال جنگه و صحبت‌های پاول هم صحبت‌های پاوله. اگر قرار بود مثلا ما تا یه چند وقتی که قراره صحبت پاول انجام بشه 5-6 روز دیگه زیر 110,000 رنج میزدیم یا یه اصلاحای کوچیک میدادیم یا حتی اگه حرکت میکردیم، پاول اگه صحبت میکرد و صحبتش در راستای پایین اومدن نرخ بهره بود، بازار میتونست توی یه حرکت، 2 تا حرکت، 3 تا کندل خودشو برسونه به تارگت اول 120,000 که تو ذهن منه مثلا. ولی با این اتفاقی که افتاد و بیت مثلا تا 103-4 اومد و خیلی پولا اومدش بیرون از توی بیت و بازارهای پرریسک و سهام ها، خب صحبت پاول تاثیرش کمتر میشه. همان لازم مسیر بخوای نگاه بکنیم، بیت اگه از اینجا میخواست برسه به 120,000 کار راحت‌تر داشت و پول بیشتری روی فضا بود، ولی الان هم پول کمتر شده هم بیت دور شده از این فضا. پس اگه صحبت پاول همون صحبتایی در راستای نرخ بهره کم کردن باشه، باز هم یه خورده تأثیر گذاره، ولی تأثیرش به اون شدت اول به نظر من نخواهد. خب یه دقیقه قطع شد حرفم، من نمیدونم کجا بودم، ولی داشتم از این قضیه میگفتم که دیگه حرف پاول اون تأثیر قبلی رو به نظر من نخواهد داشت. یعنی از اون تأثیر مثبت کم میشه، ولی همچنان مثبته اگر نرخ بهره کم میشه. اگر نه صحبتاش بی تأثیر باشه، بگه کار خاصی نمیخوایم بکنیم و فعلا دست نگه می‌داریم ببینیم تکلیف منطقه چی میشه و یا اصلا نمیخوایم فعلا نرخ بهره رو پایین بریم، که کلا فعلا پرونده این قضیه رو باید ببندیم و یه جورایی اینجا رو فیک این ناحیه بالا در نظر بگیریم و بریم واسه ریزش مثلا. به هر حال تریدریم و تریگر داریم. در تایم فریم دیلی مهمترین حمایت فعلا 101,000. از دست رفتن این به شما پوزیشن خواهد و پوزیشن باید داشته باشه. زودتر از اون چی؟ زودتر از اون با توجه به احتمالاً دامیننس سعودی بیت کوین روی خود آلت کوین ها خیلی راحت‌تر پوزیشن میتونید باز بکنید به نظر من. توی ریزش ها و شورت گرفتن مردم، چون همه پولو دارن در میارن، همه دارن میکشن بیرون پولشونو، همه میرن واسه شورت باز کردن و ترس توی مارکت خیلی زیاده و دوست دارن که زودتر بفروشن تا ضرر کمتری مثلا متحمل بشن. پس
شورت گرفتن تو این فضا خیلی راحت تر میشه. اگر خواستین بین کوین رو انتخاب بکنین، اگه بیت سعودی بود آلت کوین خیلی گزینه خوبیه، مخصوصا آلت کوینایی که زیاد حالا ردای بالایی نیستن، اتریوم و سولانا و بی ام بی و این چیز میزا یه خورده ازشون دور کنیم طبق تجربه شخصی بهتر. آر به آر بهتون میده، ولی آر به آری که مثلا توی یک کوینی که رتبه 80-90 مارکت کپه و زیاد حالا نهنگ خاصی نداره، کسایی نیستن که پشتوانش باشن، خب تو اون کوین ها خیلی شارپتر میریزه. ولی مثلا کوین مثل سولانا، اتریوم، چه میدونم ایکس آر پی، اینا خب یه خورده نهنگ دارن، پایین بیاد هم نهنگای تعصبیشون باز میخرن و این یه خورده آربار کمتری توی شورت بهت میده. پس حواست به این قضیه باشه، اگه اتفاق افتاد بدونی که چه کوینایی انتخاب بکنی. 10 تایم فریم 4 ساعته بیت یک کندل دیشب بوده که خب جوری که زد و از پایین شادو شد، اوردرهایی بودش که اینجا فعال کرد و اومد بالا. حالا تا زمانی که SMA 7 بخواد بهش برسه میتونیم یه توی تایم فریم پایین تر یه سری گرایی داشته باشیم و شورت بگیریم. حالا من خودم یه دونه از آلت کوین ها همین قبل تحلیل یه پوزیشن باز کردم که نشون میدم. 10 تایم فریم 1 ساعته این پوزیشن قبلیمون بودش که خب اومد استاپش رو زد، منم پذیرفته بودم این استاپ تا آر به آر 3.5-4 هم رفته بودیم پوزیشن، ولی اوکی بودم، تو مشکلی نیستش، استاپ رو میخوام. بریم سراغ این که تریگرمون. ببینین الان روندی که داشتیم نزولی بوده توی این لگ گذشته، این اصلاح این روند است. میتونیم دنبال پوزیشن شورت باشیم، چون جاییه که آقا الان برای فروشنده ها میصرفه که وارد بشن دوباره. به هر حال قیمت یک اصلاحی داده، رسیده به یک ناحیه مهم و توی 15 دقیقه هم نگاه بکنه یه جورایی چه حرکتی قشنگ ترش میکنه توی 15 دقیقه اینه که اینجوری بیاد سقف پایین تر بزنه، این ناحیه‌ای که از اینجا هم هستشو برامون بشکنه و توی اون شکسته با ورود اینجا استاپ اینجا میتونی انتظار لگ بعدی رو داشته باشیم. بعد بریم سراغ دامیننس بیتی که داره سبز میزنه و حرکت بسیار شارپه، حرکت عجیب شارپه و منطقی هم هست. مردم پولا رو دارن میبرن روی بیت کوین، حتی اونایی که تو این فضا پولشون رو نگه داشتن از آلت کوین دارن میبرن روی بیت کوین. پس اوکیه، بیت دامیننسش باید بره بالا و خب این باعث ریزش شارپتر آلت کوین ها میشه. بریم سراغ توتال دو روی حمایت بسیار مهمی که از گذشته این حمایت رو داشته، یک بار ازش بلند شده، این خط بیاد اینجا توی 4 ساعته دیگه بالاتر نمیبرم، پایین تر هم که اگه از دست بره میتونیم تا لیولای پایین تر رو بیایم. بریم خود آدرزادی که از همهشون بیشتر ریخته و همینجوری داره حمایتاشو به پایین میشونه، هی از دست میده. بس دلیلی برای آلت کوین خریدن وجود نداره واقعیت حالا. سراغ USDT دادی اون هم همینطور حرکت خیلی شارپی به سمت بالا داشته و پیش بینی شده نبود این حرکات، یه جورایی نمیشد کارش کرد. یعنی مثلا بگی من میخواستم پوزیشن شورت اینجا رو باز بکنم، روند پشت سعودی بودش، واقعا کار خاصی نمیشد که تو بگی ای بابا من این از دست دادم. نداره، این لگو از دست دادی، یه لگیه داریم، حالا من نمیگم داریم، احتمالاً داریم و اگه اون لگ باشه خب اونو بگی. اومدی اون لگو بگیری استاپ خوردی، اصلا اون لگو نتونستی بگیری، اصلا اون لگ وجود نداره، فیک کرد. اوکی فیک بکنه که بهتره که برو لانگو بگیر، خلاف جهت هم نیستش دیگه
و اوکی تو تایمفریم بالاتر کاملا در جهت روند روشون باز میکنه. بریم اتریوم دیگه حمله کرده واسه شکوندن این کفش دیگه. خیلی وقت تو این باکس گیر کرده. هم میتونه باکسی باشه که نهنگا دستشون رو خالی کرده باشه و افراد زیاد اینجا ممکنه فومو شده باشن، خریده باشن و نهنگا دست خالی کرده باشن و بعد از این باکس رو از کفش کنیم بریزه. این اصلا اهمیتی نداره. آقا تریگر، آقا اثبات داری یه تری، من خودم دارم. این زیر بیاد دیلی کلوز بده من میبندم، برام مهم نیست، میبندم و اوکی هم موضوع. بریم سراغ کوینی که پوزیشنش رو باز کرده بودم، ببینم چی شده. کوین اسکرول بودش. کلا پیرویتیسی نزولی، روند نزولی و این کف مهم بشه. من توی 1 ساعته SMA 7 بهش رسیده در 15 دقیقه. استابای هم اصلا گذاشتم این زیر، من اینجا تریگرش فعال شده برام و توی صرافی نوتیفش برام اومد. SMA 7 توی 1 ساعته رسید، تو 15 دقیقه کندل ستاپ یه جورایی بودش توی 1 ساعته و حالا از اینو زدم که میخواد این کف رو بشکونه، من پوزیشنش رو داشته باشم. حرف خاص دیگه نمیمونه. امیدوارم اتفاق خاص دیگه نیفته و همه سالم و سلامت باشین. مواظب خودتون و خانواده‌تون هم باشین. همین.